بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. امروز درس 53 در درس قبلی ما از بابی آن چیزهایی که روزه را فاسد نمی‌سازد گذشته بودیم که 14 چیز بود، بخشش 24 چیز می باشد و هو 24 شیئا چنانی که مؤلف به ما بیان کرد. و اکنون در درس امروزه ما از باب ما یفسد الصوم و تجب به الکفاره میگذاریم. یعنی این باب در موردی درباره آن چیزهایی هست که صوم یعنی روزه را فاسد میگرداند و این چنین کفاره را واجب میسازد. خب یعنی بابی چیزهایی که روزه را میشکند و کفاره را نیز واجب میگرداند و کوشش میکنیم که دو صحیفه را به انتها رسانیم. أولا المؤلف يقول وهو 22 شيئا إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة. خب پیش از آن که روی خط چیزها را به ما تقدیم نماید مؤلف، یعنی که به ما بگوید نامبر کند چیزهایی که روزه را هم میشکند و کفاره را واجب میسازد، مؤلف اولا پیش از پیش به ما یک قاعده فقهی بهد مهم رو پیش میکند و میفهماند. خب و به این قاعده داخل میشویم، اما شاید به شما یک سوال خلق شود پیش از آغاز کردن که کفاره چی است. کفاره چی هست انشاءالله این در بابی بعدی می آید، چطوری که من در اینجا برای شما یک اشاره میکنم. فصل بعدی درباره کفاره هست و این در اینجا مؤلف به ما تعریف یا چی بودنی کفاره رو با ما بیان میکند. اما خیلی مختصر کرده اگر بر شما بگویم، کفاره یعنی چگونه باید انسان همون گناه یا همون نقصی که از او سرزد می شود چگونه او را میتواند پوره کند. و این سه چیز دارد، یا اینکه روزه گرفتنی، یا اینکه یک گردنی را آزاد کردن یعنی غلامی را آزاد کردن و غلام شرعی را آزاد کردن، یا دوم این است که روزه پای در پای روزه گرفتن برای 2 ماه یعنی 60 روز، یا اینکه اگر قدرت این را هم نداشته باشد پس 60 مسکین را طعام دادن یعنی غذا دادن صبح و شام. و این تفصیلات دارد، یعنی چگونه باید غلام باشد، تعریف غلام کیست و چیست، در کدام یعنی در کدام حالت آیا میتواند از این سه انتخاب کند، یا اینکه اینها رو باید پای در پای یعنی نظر کند و ببیند که کدامش رو به کدامش قدرت دارد و غیره. این گونه تفصیلاتش بیشتر است که در درس بعدی شاید بیاید این تفصیلات. برای همین حاضر من به شما گویا که تعریف کفاره رو ندادم، تنها یک اشاره کردم، یعنی چگونه انسان میتواند همون نقص خود رو جبران نماید. این رو کفاره گفته میشود که 3 طریقه دارد. خب میترایم به این قاعده. مؤلف میگوید که اینها 22 چیزند که اگر روزدار یکی از آنها را با اختیار خود قصدن، طائعا با اختیار خود، متعمدن قصدن، غیر مضطر و به مجبوری انجام دهد، با او هم قضا و هم کفاره لازم می شود. خب پیش از آن که ادامه بدهیم من به شما یک شرح می دهم با لسان یا با زبان آسان و روشن برای شما این را می فهمونم. برای واجب شدن کفاره یعنی همین طریقه جبران ساختنی نقص روزه یا نگرفتن یا شکستن روزه چند شرط وجود دارد. این را در دفتر خود قید کنید. اول این است که باید روزه رمضان باشد. دوم روزه ادای رمضان باشد، نه اینکه قضا. سوم قصدن انجام داده باشد، یعنی که این شرایطی که من به شما حاضر گفته ایستادم این به تمام این روی خط تطبیق می شود، دخل دارد. باید تمام این شرط ها پوره شود تا اینکه به انسان کفاره واجب شود. اول چی گفتم؟ روزه رمضان باشد. دوم روزه ادای رمضان باشد، نه اینکه قضا. و من برای شما درباره ادا و قضا و فرق بین آنها گفته بودم قبلا. قصدن انجام داده باشد. چهارم در یادش باشد که روزدار است، چون که فراموشی عذر حساب می شود. و ششم عذر شرعی نداشته باشد. و هفتم مجبور کردن نشده باشد. تمام این 7 چیزی که من با شما گفتم قید کنید
باید تمام این شرط ها پوره شود تا اینکه اگر شخص یکی از این فعل ها مبتلا شود یا داخل شود، تا اینکه برای او کفاره واجب شود باید تمام این شرط ها را پوره کند. این را فراموش نکنید. مثلا در اینجا ببینید والاکل گفته از مؤلف، یعنی خوردن. فقط به خوردن کفاره واجب نمی شود. ما باید این را نظر کنیم که روزه رمضان هست، روزه ادای رمضان هست، قصدن انجام داده است، در یادش بود که روزه دار هست، عذر شرعی دارد یا نه، مجبور کرده شده بود یا نه. در تمام این عمل ها باید همین 7 شرط اول پوره باشد. این را فراموش نکنید. خب یکم الجماع فی احد السبیلین علی الفاعل والمفعول به. خب یعنی جماع در یکی از دو راه، در یکی از دو یعنی راه شنگاه، هم برای فاعل و هم برای مفعول به. خب این اصل مسئله کفاره است و حدیث مشهور کفاره محض درباره همین وارد شده است. دوم، خب یعنی که در این هم تمام شرایط باید پوره شود. دوم، خوردن. مراد خوردن چیز است که عادتاً خورده می شود یا مردم آن را غذا می شمارند. و درباره این من اختلاف را به شما گفتگی بودم قبلا که بعضی علما میگویند که هر چیزی که در جوف داخل شود روزه را میشکند. بعضی دیگر علما میگویند که نه، تنها اشیا و چیزهایی که عادتاً خورده میشوند و خوراک حساب میشوند، تنها آنها اصلا روزه را میشکنند و در این فصل کفاره را واجب میگرداند. خب سوم، با شرب، نوشیدن. سواء فیه ما یتغذى به او یتداوى به. مؤلف در اینجا میگوید که خواه برای غذا باشد، یتغذى چیزی که از او غذا گرفته می شود، همچون غذا استفاده کرده می شود، خواه برای غذا استفاده کرده شود یا اینکه برای طبابت باشد. پس از اینجا فهمیده می شود که داروی نوشیدنی نیز در حکم نوشیدن هست و اگر انسان بنوشد و تمام 7 شرایطی که در مقدمه من برای شما گفتم اگر آنها را پوره کند، هم قضا و هم کفاره واجب می شود. اما اگر این تمام شرط ها را پوره نکند، مثلا چیزی را بنوشد، آب بنوشد اما در یادش نبود، فراموش کرده بود که روزه دار هست، پس البته حکم این رو شما میدانید که با فراموشی آب نوشیدن روزه را نمیشکند. اگر در یادش باشد که روزه دار هست اما ناخواست بنوشد، مثلا سر خود را میشوشت یا اینکه باقی خود را آب میداد و ناخواست به قصد همان آب را دور میدهد، حرکت میدهد که به دهنش داخل میشود، این چی شد؟ این شد فراموش نشده بود، یعنی فراموش نکردگی بود، در یادش بود لیکن چی شد؟ ناخواست آب نوشید. در اینجا هم کفاره برایش واجب نمی شود. پس دیدید که چندین مثال ها رو من برای شما پیش میکنم تا اینکه فرقیت هر مسئله رو بفهمید و این مثال ها برای شما خوب است تا اینکه این نقطه رو هم درک کنید که مسائل فقهی چقدر نازک هستند. برای همین تنها اهل علم یا اهل همین فن باید جواب بدهد یا اینکه درس بدهد یا اینکه یعنی در این مسائل سخن بگوید. این خیلی نیست که یک حدیث باشد، حدیث ترجمه میکنیم و مسئله خارجی میکنیم یا مسئله رو درک میکنیم. این گونه نیست، باریکی ها به حد زیاد هست و شما تا این درس اگر شما هر درس رو پیگیری کرده باشید و پوره خوانده باشید، تا حاضرش شاید به شما فهمیده باشد، یعنی فهمو شده باشد، شاید تا حال شما فهمیدید که برای چی یعنی فقه و جواب دادن سوال ها اینقدر کاری آسان نیست. هر یک مسئله چندین تا یعنی نازکی ها و باریکی ها دارد و صحنه ها دارد. خب چهارم، و ابتلاع مطر دخل فی فمه، فرو بردن آب باران بعد از آن که به دهان داخل شده باشد. یعنی که وقتی که آب باران در دهان داخل شود، البته اگر یک چکره باشد او حتی قرد کردن نمی شود. یک چکره باشد بعضی وقت شاید در بینیمون، در چشممون، در دهانمون، در لبمون یک قطره باران چی شود؟ ریزد. این باکی ندارد. نگذارید که این گونه باریکی ها یا این گونه مسئله ها شما رو در پریشانی اندازد، در وسوسه اندازد. نه، مراد این است که اگر کسی مثلا آبی
باران رو در دهنش جمع کند. خب این کمک خنداوری هم هست، اما این گونه مسئله را تنها برای باریکی ها را فهمیدن و جواب دادن این گونه تصور کرده میشه. تصور کنید که کسی هم خیلی دهنش میکشاید و آبی باران در دهنش جمع میکنه. اگر همین آبی باران خرد کنه، در حالتی که تمامی 7 شرط پورا کردگی در یادش هست، قصدن میکنه، میدونه که روزه رمضانه، میدونه که روزه داره و غیره و غیره، روزش میشکنه و این چنین کفاره هم براش واجب میگرده. پنجم، و اکل اللحم النی و این کان منتنا الا اذا دوده. بهد یک نقطه عجایب. خوردن گوشت خام حتی اگر خراب شده باشد، بیزیب شده باشد، یعنی بویناک شده باشد، سراغش گذشتگی باشد که میگوییم، مگر اگر کرم زده باشد. یعنی در اینجا مؤلف میگوید که خوردن گوشت خام حتی اگر کم ترک بویناک هم شدگی باشد روزه را میشکنه و کفاره را واجب میسازه، مگر اگر کرم زده باشه. یعنی میگوید چون که گوشت کرم زده حتی خوراک حساب نمی شود، نه فقط خام هست بلکه حتی کرم زدگی هست، یگان خیل فایده، یگان خیل ویتامین، یگان خیل یعنی موادی خوراک در او باقی نمانده است، کرم خوردگی انشه. در این حالت چی؟ یعنی اگر کرم زده باشد نه روزه نمیشکند، اما اگر و کفاره واجب نمیشد، اما اگر اینقدر بیزیب و کرم زده نباشد، تنها خام باشد، حتی اگر پختگی نباشد و حتی کمک بویناک و بیزیب هم شده باشد، اگر شخص این را هم بخورد در حالتی که 7 شرط پورا کردگی باشد برایش روزش میشکند، فاسد میشود و کفاره واجب میگردد. خب شاید به شما سوال ها خلق شود که برای چی، اما من همه وقت به شما میگویم که اگر ما در چرای تمام این مسئله ها داخل شویم دو چیز می شود. یکم این است که کتاب با پایان نمی رسد، چون که چندین تا یک وقت در یک مسئله چندین تا اقوال و یعنی نظریات می باشد، و دوم این است که شاید همان سببش با شما معقول نباشد، یا نفهما باشد، یا اینکه فهما نباشد، یا اینکه فهمید لیکن باز هم برای شما شرح صدر نشود، یعنی که دلتان در اطمینان نشود. پس چند تا مسئله رو ما باید گپ زنیم و جستجو کنیم و یعنی شرح دهیم و گفتگو کنیم تا اینکه دلی همگی در اطمینان برسد. این خیلی نیست. بعضی مسئله ها رو شاید ما با پرگی بخوانیم و حتی بعد از پرگی خواندن هم دل ما آرام و در اطمینان نآید. باکی ندارد. یعنی شرط نیست که هر مسئله رو ما پره بفهمیم و عقلهای ما هم همین خیلی نیست که هر مسئله رو ما با 100% میفهمیم و درک میکنیم، یا اینکه دل ما در آرامش و در اطمینان میشود. بعضی وقت میشود بعضی مسئله ها اونقدر فهما نمیشود یا نمی باشد، یا فهما هم شود اما دل ما در اطمینان نمیرسد. اوکی ندارد، چون که ما چی میکنیم؟ یعنی تمامی همون باوری خود را در همین علما و در فقها دادیم که آنها از ما 10 مراتب زیادتر هم علم دارند، هم علم داشتند و هم خواندگی هستند و هم به خیر القرون نزدیکتر بودند. پس آنها بهتر میدانند و ما از آنها پیروی میکنیم، از فهمیش آنها، یعنی از جستجو و تحقیق آنها. به هر حال و با مرور وقت چقدر که فقه بسیارتر و بسیارتر یاد بگیرید، تکرار کنید، به کتاب‌های نو هم گذارید، همین قدر مسئله ها با شما فهم‌تر میشه، چون که از اینجا یک نقطه به اینجا دخل دارد، از یک کتاب به دیگر کتاب. خب علم یعنی در یک جا موجود نمی باشد، در هر جا در چندین جایها و در چندین فنها موجود می باشد. همان قدری که فهمیش و خواندن و قرائت کتاب ها را بسیارتر کنین، همین قدر انشاءالله که وسیعتر خواهید فهمید. به هر حال و اکل الشحم فی اختیار الفقیه ابی اللیث، و میگوید که به نزدیک فقیه ابو لیث السمرقندی رحمه الله حتی خوردنی چربی روزه را میشکند و کفاره را واجب میگرداند. این در انتخاب امام ابو لیث السمرقندی هست، چون چربی نیز غذا و خوردنی میباشد. و میگوید و قدید اللحم بالاتفاق،
و گوشتی قدید با اتفاق علما، یعنی گوشتی نمک کرده و خشک‌کنیده شده نیز روزه را میشکند، کفاره را واجب میگرداند. قدید گوشتی وقتی که گوشت نمک کرده می شود، مخصوصا در زمانه قدیم از سبب نبودن یخدان و یخچال، مرزینک و خلدینک و غیره، بعضی ها چی میکردن؟ نمک میزدند و گوشت خشک میکردن. البته خوردن آن هم در همین مسئله داخل می شود. و اکل الحنطة و خوردن دانه گندم و قضمها الا ان يمضغ قمحة فتلاشت. و این نهمش به هشتمش رابطه دارد. میگوید که و خوردن گندم و خاییدن آن، قضمها خاییدن آن، مگر اگر او را، یعنی اگر تنها یک دانه گندم را بخواید و آن در دهان از بین رود، حکمش بهتر می آید و مثل اینها نیست. پس این را از الا استثنا می شود. می گوید که اگر حتی یک دانه گندم را هم بخورد و او را بجود، یعنی که بجود و بخورد، هم بخورد باید پره شود و هم اگر جوید یا خواهید که میگوییم باید پره بخواید و فرو برد. اگر فرو نبرد و در دهانش تنها از بین رود، یعنی از بین رفتن در درون دهان چی معنا دارد؟ یعنی در بین دندانایش چسبد و به حلق نرسد. در این حالت روزه را فاسد نمیگرداند و کفاره را واجب نمیگرداند و حکمش میگوید بعد می آید. یعنی در اینجا نمیگوید اما حکمش بعد باید بیاید در یک قسمی دیگر. و دهم میگوید و ابتلاع حبة حنطة او سمسمة او نحوها من خارج فمه في المختار. اینش کم ترک فرق میکند. میگوید که و ابتلاع یعنی فرو بردن یک دانه گندم یا کنجید سمسمه، خب کنجید، او نحوها یا با مانند آنها، من خارج فمه از بیرون دهانش، فی المختار طبق قولی اختیار شده. یعنی که دهم برای چی جدا است؟ دهمش یعنی این رقم رو جدا کرده است برای آن که در رقم دهم این دانگی از بیرون به دهان در آورده می شود و یعنی قرد کرده می شود یا فرو برده می شود. اما هشتم و نهمش این درباره همین است که شاید همان دانه پیش از روزه گرفتن یا پیش از آغاز روزه در بین دندانهایش چسبیده باشد. حتی از بین دندانهایش یا از تگ زبان یا از درون یعنی مابین بیروهایش اگر کنده شود، در درون دهانش اگر از پیش می بوده باشه هم و او را بجود یعنی بخواید و فرو برد، در آن حالت روزه را میشکند. اما اگر بخواید و در دهانش حل شود فرو نبرد، روزه را نمیشکند. اما قریب که این سه تا یک چیز می باشند، قریب که به یک نتیجه می رسانند. پس خود را زیاد یعنی سربون نزنانید و زیاد پریشانی نکنید. 11 این است و اکل الطین الارمنی مطلقا، خوردن گیل ارمنی مطلقاً بیگان خیل قید. این گلی بود که در طب استفاده می شد و مردم آن را می خوردند. از همین سبب فقها آن را در حکم مأکول قرار دادند. و حتی در زمان ما هم بعضا سوال می آید درباره خوردن گیل، چی گیلی دیوار باشد، چی گیلی یگان نوعی دیگر باشد. بعضی ها از نگاهی یا از جهت طبی بعضی گمان ها دارند یا بعضی فکر و اندیشه ها دارند که برای همون مسئله طبیشون نتیجه خوبی میرساند. بعضی ها از جهتی همین خیل عادت و برای راحتی پیدا کردن میخورند. پس وقتی که یک چیز همچون دوا استفاده شدنش معمول میگردد، یعنی عادت میشود، رواج میشود بین مردم، یا اینکه چیزی همچون خوراک، چی از نگاهی خوبی یا بدی باشد، چی یک عادت خوب باشد یا بد باشد، اگر استفاده و استعمال شدنش بین مردم شایع شود، او در حکم مأکول می افتد. فهمیدید؟ چون که در اینجا این خیلی تصور کنید، خیلی بفهمید که خوراک واضح است، سبزیجات و میوگی و طعام و غیره، هم نان و مثلا دیگر و دیگرش، اینها واضح است، اینها مأکول یعنی چیزی میخوردنی حساب میشوند. اما بعد سوال درباره
چیزهایی که عادتا خورده نمیشوند خلق میشود. پس مثلا نمک، گل یا کرم مثلا، آیا این چیزها روزه رو میشکند؟ آیا در حکم مأکول، در حکم چیزی خورده میشدگی داخل میشود یا نه؟ این وابسته به این است که آیا اولا در بین مردم فرق نمیکند که همگی باشد، یعنی شرط نیست که همه مردم این را بخورد، اما عموما یگان انسان، یعنی یک گروهی از انسان ها این را همچون طعام استفاده میکنند، بله یا نه؟ و دویم آیا همچون یعنی دوا، ادویه، یعنی همچون دوا استفاده می شود در طب؟ اگر یکی از این دو شرط را پورا کند یعنی که مأکول حساب می شود. پس نمک هم مثلا از زمین هست، خب از همون اصلی زمین هست، مأکول حساب می شود. حتی گل هم بعضی نوعهایش خوب شاید استثناء شود، اما گل هم بعضی ها از جهت عادتی بد یا از جهت کم بودن بعضی ویتامین ها بعضی ها میگویند. یعنی در اینجا مؤلف طبق همون زمان خود و طبق همون کانتکست خود، یعنی زمان و عرف خود، گل ارمنی رو، یعنی گل رو با ارمنی قید کرده است. اما در زمان ما پر هست مثال های دیگر و دیگر. و حتی طلا هم از زمین حساب می شود و حتی خوردن طلای اصلی هم رواج شده است بین اغنیا و بین مردمی بوی. چی میکنند؟ مثلا از طلا ورقی میخوردنی، یک ورقی به تو نکک میسازند برای دیزرت و برای شیرینی ها و غیره. به هر حال پس وقتی که یک چیزی که عموما خورده نمیشود اگر بین مردم خورده شدنش عادی شود و عادت شود در حکم مأکول میافتد. و میگوید و حتی میگوید و غیر الارمنی که طفل این اعتاد اکله، و حتی گل ارمنی هم نباشه، چون که در زمان او چطوری که گفتم گل ارمنی هم چون تیپ استفاده میشد. و میگوید که حتی گل غیر ارمنی هم باشد. مثلا در اینجا برای چی این را جدا آورد؟ چون که عموما مخصوصا در وقت امام شرنبولانی مردم کمک بهتر بودن از جهتی، یعنی از جهتی عادتهایشان، از جهتی یعنی انسانی راست بودن، انسانی با فطرت سلیم بودن. یعنی انسان ها در زمان یعنی علمای قدیمی به فطرت سلیمه نزدیکتر بودن. برای همین این رو جدا میکند. میگوید که یعنی گویا که انسانی با عقل و آدمی کلانی با عقل این کارو نمیکنند. میگوید که و حتی گل غیر ارمنی هم باشد، یعنی گل عادی هم باشد، اگر مثلا با مانند یک کودک اگر عادت داشته باشد خوردنش، اما کودکی مثلا بالغ باشد مثلا و روزه بگیرد، یا اینکه مثلا حتی کودک هم نباشد، چطوری که من به شما فهمونده استودم، اگر زنی باشد یا کسی باشد که خیلی از کودکیش این عادتی بد رو یا این عادتی غیر عادی رو پیدا کرده باشد و خود گرفته باشد، غیر من خیلی خاک رو همچون عادتش بخورد، خب پس این هم روزهش رو میشکند. اما باید داشته باشید در بین علما دو قول هست. امام شرنبولانی پیروی قول آن قول هست که هر چیزی که در تعریف و در همون تعریفی میخوردنی داخل شود روزه رو میشکند. اما بعضی علما میگویند که نه، چیزی که عموما بعضی علما میگویند که نه، شرط نیست که باید در تعریفی چیزی میخوردنی داخل شود، هر چیزی که فرو رود روزه رو میشکند. خب به هر حال و قلیل الملح فی المختاری، و میگوید که حتی خوردن نمک، یعنی حتی کم هم باشد، کم ترک نمک هم طبق قولی انتخاب شده روزه رو میشکنند. و ابتلاع بوزاق زوجته، فرو بردنی آبی دهانی همسرش. سپس میگوید او صدیقی لا غیرهما، یا اینکه دوستش. این به چی رابطه دارد؟ یعنی به آبی دهانی دوستش یا همون توف که میگویم، توفی دوستش یا زنش، نه غیر از آنها. این چی معنا داره؟ شاید به شما خیلی عجیب معلوم شود. در اینجا مؤلف میگوید که یعنی عموما در زندگی ما البته به زوجه، یعنی به زن و شوهری خود یعنی نزدیک می باشیم و یعنی مردم به زن و شوهرانی خود نزدیک می باشند و در گفتگو، در داد و گریفت، در بوسه کردن مثلا. و این چونین دویم گروه مردم این دوستانشان می باشد. شاید یک خواهر به دیگر خواهر ببوسد، خب یعنی حتی از دهان هم دور باشد، بعضا یعنی ناخواست می شود، این پیش می آید. یا اینکه حتی از طریق بوسه کردن
یا در آغوش گرفتن هم نشود، شاید به یکم طریق دیگر پیش آید. مثلا دستی کسی رو، دستی مادر رو مثلا یک خواهر میبوسد، بعد خواهرش دستی مادرش رو میبوسد، در همون دست لعاب جمع شده باشد مثلا. های خودتون میدونید که در زندگی چقدر واقعه ها میتواند پیش آید. پس برای این واقعه ها تیار بودن و جواب داشتن، در اینجا مؤلف برای ما میفهماند که اگر کسی یعنی چی کند، البته با تمامی 7 شرایط، ناخواست یعنی ناخواست قصدن نه، ناخواست چی کند آبی دهانی همسرش رو ناخواست چی کند فرو برد، یا اینکه از دوستش رو ناخواست فرو برد، در این حالت میگوید که قصدن باید باشد، قصدن باید باشد، فراموش نکرده باشد، قصدن باید باشد، فراموش نکرده باشد و تمام دیگر 7 شرایطی که من تکرار به تکرار به شما میگویم. در این حالت روزش میشکند و کفاره برایش واجب میگردد. برای چی؟ به غیر از آنها نه، یعنی اگر یک بیگانه باشد ناخواست لعابی او را فرو برد، روزش برای چی نمیشکند؟ این برای آن نیست که روزش نمیشکند، برای آن که مؤلف میگوید که عموما شخصی که لعابی همسرش را فرو برد یا دوستش را فرو برد، این گونه شخص از لعابی همسر و دوست نمیگریزد، یعنی نزدیکی رو اختیار میکند، یا اینکه بدش نمی آید، یعنی باکی ندارد و خودش رو بد حس نمی کند، دوری نمی جوید از لعابی آنها، چون که بر دیلش و یعنی مردم نفرهایی می باشند که به او نزدیک هستند. پس در این حالت او باید که احتیاط کند و باید که یعنی دوری بجوید، دور باشد از فرو بردن لعابی آنها در وقت روزه گرفتن. اما اگر کسی لعابی یک بیگانه را ناخواست اگر فرو برد، اکثر وقت یعنی مسئله چنین می باشد که او شخص ناخواست فرو برد، چون که کسی لعابی بیگانه را قصدن فرو نمی برد. این معنی آن را ندارد که اگر کسی لعاب یک بیگانه را قصدن فرو برد روزش نمیشکند، البته که میشکند. اما در اینجا یک نقطه بهت باریک است که من برای شما فهمانده شدم که مؤلف میگوید که انسانی که لعاب یک بیگانه را فرو برد حتما ناخواست کرده است، چون که کسی لعاب بیگانه را یعنی قصدن فرو نمیبرد، باید که خطا شده باشد. خب اما تا جایی که مثلا همسرش می باشد، دوستش می باشد، تا وقتی که 7 شرایط پورا باشد، یعنی قصدن کرده باشد و غیره، روزش میشکند. اما اگر قصدن نکرده باشد یا فراموش یا یکی از همان 7 شرط مقدمه اگر پورا نشده باشد، پس روزش نمیشکند و یا اینکه روزش میشکند اما کفاره واجب نمیگردد. خب ادامه میدیم. و اکله عمدا بعد غیبت، و اکله عمدا بعد غیبت. خب این هم یک نقطه بهت آسان هست، اما باید که تمرکز کنید. خوردن او قصدن بعد این چیزها در اینجا داخل می شود. یعنی که مسئله این گونه هست که بعد از غیبت، یکمش بعد از غیبت کردن هست. مسئله چون این هست که کسی مثلا غیبت میکند و بعد از آن که متوجه می شود میگوید که یعنی سبحان الله من غیبت کردم، روزم شکست، خای من روزه من شکست، من میگیرم عقد میخورم، من میگیرم افطار میکنم. خب این یکم صحنه. دویم صحنه او بعد حجامت، یا اینکه میرود حجامه میگیرد بعد میگوید که کسی به او میگوید مثلا که روزه تو شکست، برای که حدیثی هست که افطر الحجیم و المحجوم، مثلا که کسی که حجامه میگیرد، که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود کسی که حجامه میگیرد یعنی حجامه گیرنده و کسی که حجامه رو میکند روزه هر دوی آنها شکست. این گونه حدیث رو میشنود یا کسی به او میگوید و سپس گمان میکند که ای روزه من شکست، من خیلی میروم خوراک میخورم. این صحنه دوم، ولی من جوابش رو به شما نگفتم. صحنه سوم او بعد مسین، یا بعد از لمس کردنی، مثلا همسرش بعد از لمس کردنی همسرش یا بعد از خب گمان میکند یا کسی به او میگوید که روزه تو شکست، پس میگوید که من روزم شکست، خیر مگرم قضا کنم، امروز من عقد میخورم، میرم افطار میکنم.
این شید صحنه سوم. یا اینکه صحنه خب این در اینجا هم هست. یا صحنه بعدی قبلتین بشهوتین، یا با شهوت بوسه میکند، یعنی بعد از بوسه کردن با شهوت همون مسئله پیش میاد، یعنی کسی برایش میگوید یا متوجه میشود و گمان میکند که وی من روزم شکستم. خب این شد صحنه چهارم. تا حال من نتیجه رو نگفتم. صحنه پنجم او بعد مضاجعة من غیر انزال، یا اینکه هم خوابه میشود، یعنی میغیلد یک جایه یا به نزدیکی همسرش میخوابد. یعنی این درباره جماع نیست، این تنها درباره غیلیدن هست، یعنی همین خیلی دراز کشیدن هست به انزال. من این رو فهموندگی هستم قبلا انزال چیست. همین خیلی میغیلد یا دراز میکشد در پیشی همسرش و همین مسئله پیش میآید. کسی میگوید یا گمان میکند که وی من همین کار رو کردم، روزه من شکست و میرود. گپی مهم در اینجا چی است که بعد از این گمان ها میرود و خوراک میخورد. خب یا آخران صحنه که در اینجا پیش میکند مؤلف میگوید او بعد دهن شاربین، یا بعد از روغن مالیدن به شاربین یعنی بروتش، خب یعنی موی بالای لب. خب در اینجا دیگر هم هست. او سمع الحدیث، این رو من بعدا میفهمونم. اولا نتیجه این صحنه ها چی شد؟ خب ببینید در تمام این صحنه ها از رقم 16 17 18 19 20 21 باز هم هست. به فکرم یک تا دیگر در اینجا هست. خب من یک تا دیگر رو خودم اضافه میکنم که یا اینکه مثلا سرمه میکشد و گمان میکند که روزه من شکست. و بعد از تمام این صحنه ها چی میکند؟ از همه مهم چیست؟ در اینجا باید کلان نویسید. و خوراک میخورد، چون که کلمه اساسی و مسئله اساسی در اینجا اکلوهو هست. میخورد. دوم عمدن یعنی قصدن خوراک میخورد. بعد از این صحنه ها غیبت میکند، گمان میکند که روزش شکست، میرود قصدن اوقات میخورد. یا هجامه میکند، گمان میکند، غلط فهمی برایش پیش میشود که من روزم شکست، میرود خوراک میخورد، یا و غیره و غیره و غیره که من برای شما تمام صحنه رو پیش کردم. پس در این حالت چی میشود؟ روزش فاسد میشود و کفاره واجب میگردد. برای چی؟ برای نیکی غیبت کرد یا هجامه کرد، یا اینکه مس کرد یعنی لمس کرد، یا بوسه کرد با شهوت، یا غیلید به انزال، یا روغن مالید، یا سرمه کشید. تمام این چیزها روزه رو نمیشکند طبق مذهب حنفی. اما چی روزش رو شکست؟ خوردنی عمدن، خوردنی با قصد از سببی غلط فهمیش. خب سپس در اینجا میگوید ظانن انه افطر بذلك، یعنی برای تمام این صحنه ها چی کرد؟ ظانن، گمان، در ما تحت این گمانی که او افطار کرد از سبب این چیزها. خب من برای شما اما گفتم خوب متوجه شوید. من نمیخوام که کسی با بیایه سوال کنه که همه هجامه کردن روزه رو میشکنه، غیبت کردن روزه رو میشکنه، خب سرمه کشیدن روزه رو میشکنه. نه، نمیشکنه. خب تمام این عمل ها روزه رو نمیشکند. اما اگر کسی گمان کند که روزه من شکست، یا یک مسئله دیگر پیش آید که روزه را در اصل نمیشکنه. مثلا یک مسئله دیگر همین است که اگر کسی فراموش کند که روزه داره و نخواست مثلا یک خورد آب خورد، بعد متوجه شود و گوید که مثلا وی من آب خوردم، روزم شکست. و پیش از آن که کسی به او بگوید که نه روزت نشکست، تو فراموش کرده آب خوردی، پیش از آن که کسی او را مثلا همین علم برساند و همین روشنی بیاندازد برای او میرود و میگوید که خیر روزم شکست، من میرم اوقات میخورم، میرود اوقات میخورد. این مسئله هم ما تحت همین روی خط داخل میشود. پس گپی اصلی در اینجا چیست که عمدن، قصدن اوقات خوردن بعد از آن که در این غلط فهمی بیافتد و گمان کند که روزش شکست. الا اذا افتاه فقید. در اینجا یک استثناء هست.
مگر اگر او را فقیه فتوا دهد. یعنی که اگر مثلا او با شهوت ببوسد زنش را و رود از یگان مفتی پرسد که روزه من شکست یا نه و مفتی گوید که بله روزت شکست و بعد از گرفتن این فتوا رود و خوراک خورد، در این حالت البته که روزش میشکند برای آنکه خوراک میخورد، اما کفاره برایش واجب نمیگردد. باید روزش را قضا کند اما کفاره واجب نمیگردد، چون که او با گمانی این که مفتی به من فتوا داد، یعنی مفتی میداند که چی میگوید، به این گمان عمل کرد. وقتی که به یگان عامی، به یگان یعنی شخصی که مفتی نباشد، عالم نباشد، اگر یگان اهل علم فتوا دهد، حتی فتواش نادرست هم باشد، برای عامی، برای شخص عادی این عذر شرعی حساب می شود، گناهگار نمی شود و با مانند چیزهای کفاره، با مانند کفاره می گفتن چیزها برایش یعنی واجب نمی گردد. او سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب، یا مثلا حدیثی رو میشنود در زمان ما، من این خدمت توانم با شما بگویم که مثلا شما یگان حدیث میخونین یا میشنوین از یگان کانال، از یگان نفر که این مشکلات و این فتنه بگویم به حد زیاد شایع شدگی هست، پهن شدگی هست بین خواهرانیم و بین مردمانیم. یعنی میدانم که برای چی مردم تشنه علم هستند و شوق دارند برای پهن کردن علم، اما نه هر کس اجازت این کار را دارد. نه هر کس اجازت این کار را دارد و کسی که اجازت هم داشته باشد باید احتیاط کند، چون که کسی که نیم کالا اگر فهمیش داشته باشد او زیادتر ضرر میرساند به جامعه از شخصی که خاموش می ایستد. برای همین به زیاد نفرهایی هست که یگان کتاب، یک دسته کتاب نیم کالا یاد گرفتگی هستند، ما تحت استادان نه، همین که خودشان یا اینکه یگان ویدیوها رو گوش کردگی هستند و تقدیم میکنند به فتوا دادن، به جواب دادن به مردم، درست یعنی درست کردن، تصحیح کردن و مردم حق و باطل نشان دادن، که این به حد جای تأسف هست و جای تعجب هست. و از الله سبحانه و تعالی دعاگوی هستیم که ما رو نجات دهد از این خیل یعنی فتنه ها و به ما علم نافع عطا کند و ما رو در همین راه استوار نگاه دارد تا آخر ان شاء الله، و ما رو قبول کند اولا علم ما رو پورا کند، اللهم آمین، و سپس ما رو قبول کند برای همین راهش، برای همین دینش، که ما بتوانیم که یک 10 خواهر جمع کنیم و برایشون علمی مکمل درس بدیم. شما شاید متوجه شدگی هستین که از وقتی که ما همین درس ها رو سر کردیم چند نفر بود، چند نفر ماند. حالا من میدونم که آهسته آهسته کمتر و کمتر میشوند، چون که در آخر انتخاب شده کی هست بعد معلوم میشود. برای همین همه وقت دعا کنید، همه وقت دعا کنید که الله سبحانه و تعالی شما رو قبول کند. ما از صنف‌های گذشتگی هستیم که 30 تا 40 تا نفر آغاز میکند، سپس 10 تا نفر میموند، سپس 5 تا و بعد از 5 تا هم 1 یا 2 نفر یگان کار میکند برای دین الله سبحانه و تعالی. برای همین الله سبحانه و تعالی ما رو اولا اخلاص عطا کند، برای الله سبحانه و تعالی تمام این کارا بکنیم، نیتی ما رو مستحکم و خالص برای رضاییش گرداند، سپس برای ما صبر، قوت، استقامت عطا کند تا آخر. اللهم امین. به هر حال در کجا بودم؟ یا اینکه حدیثی رو میشنود، خب میخواند، میشنود و نمیداند، ولم یعرف و نمیداند تعویلش رو، یعنی تعویل و تفسیر درستی حدیث نمیفهمه، نمیدانه. در این زمانه که حدیث روان میکنه با تمام تفسیر و تعویلش، در این زمانه حدیث روی میکنن، ترجمهش اگر درست نویسن الحمدلله، یک وقت در همون ترجمه هم بعضی کمبودی ها میباشد، حدیث روی میکنن قطع ترجمهش، شرحش نیست. شرحش اگر باشد خودشان نوشتگی هستن، نه یگان قول علما هست، نه قول محدثین هست، نه قول فقها هست. بله بعضی احادیث یعنی واضح می باشد، کوتاه می باشد، واضح می باشد،
با احکام دخل ندارد. هیچ گپ نداره اگر یکم حدیثی مثلا رغائب یا اینکه حدیثی فضائل ترغیب و ترهیب همین ترجمه کوتاه کرده، شرح کوتاه کرده روان کنیم. اما حدیث احکام باید احتیاط کرده شود، حدیث عقاید باید احتیاط کرده شود. به هر حال یا اینکه حدیث رو میشنود و تعریفش رو نمیداند، یعنی که بخشش تأویل درست یعنی تفسیر و تشریح درستش نمیفهمند، مطابق مذهب، یعنی مطابق فهمیش فقهای یعنی مذهبی امام ابو حنیفه. خب و این عرف تأویله در این حالت چی؟ یعنی من نتیجه اول بگم برای شما، برای که در اینجا مؤلف نتیجه را نمیگوید، میگوید یعنی نتیجهش پیش گفتگی هست که حدیث اگر بشنوه و تأویل درش نفهمه و گمان کنه که طبق این حدیث روزه من شکست و بخورد، پس همون حکمی بالا. چون در اینجا حدیثی هست برای مثلا برای غیبت تأویل نادرست مثلا کسی بفهمد، چون که حدیثی هست درباره غیبت، یعنی وقتی که دو زن غیبت میکردند، پس پیامبر صلی الله علیه و چی گفت؟ یعنی من مختصر کردم معنای همون حدیث من برای شما اشاره کرده ایستادم که پیامبر صلی الله علیه و درباره دو زن میگویند که اینها میخورند یا اینها خوردند گوشتی برادرشان رو. خب و درباره حجامه هم حدیث برای شما اشاره کردم، درباره مس هم حدیث هست. پس اگر این حدیث ها رو بخواند یا بشنود و در غلط بفهمد، غلط تفسیر یعنی در غلط فهمی بیافتد که روزه من شکست، پس باید دیده شود که اگر بعد از این گمان خوراک بخورد پس حکمش در بالا آمد، یعنی که چی؟ یعنی که روزش میشکند. و اگر کسی فتوا دهد در این حالت چی؟ یعنی روزش میشکند اما کفاره برایش واجب میشود. خب در اینجا میگوید که یا حدیث رو بشنود و نفهمد تعبیر درستش رو طبق مذهب، وجبت علیه الکفاره، کفاره و برایش واجب میگرده و البته وقتی کفاره واجب کرده روزش میشکند. و این عرف تأویله، در اینجا این جمله معترضه چی معنی دارد؟ میگوید که اگر حدیثی رو بشنود و تعویل درستش نفهمد، و در اینجا میگوید و حتی تعویل درستش هم بفهمد اما یعنی به همان حدیث عمل کند، مثلا افطر الحاجم والمحجوم حدیث رو میبیند که حجامه گیرنده و کسی که حجامه میدهد روزه آنها افطار شد، شکست، افطار کردند. این حدیث میشنود یا میخواند و با همان حدیث عمل میکند. یعنی چی؟ میگوید که خوب من حجامه کردم، روزه من شکست، من میرم آقات میخورم. در این حالت کفاره واجب میگرده، روزش میشکند. و آخران و تجب الکفاره علی من طاوعت مکرها. اینش یک مسئله بهت عجایب هست. ببینید میگوید که و کفاره واجب میگردد بر شخصی که یعنی بر زنی که اطاعت کند مکرها شوهری مجبور شده اش را، یا اینکه کفاره واجب میگردد بر زنی که راضی شود یعنی با جماع با شوهرش که مجبور شده است. چی معنی؟ مثلا فرض کنید که یک پادشاهی ظالم باشد و این پادشاهی ظالم با یک مرد رو مجبور میکند که با زنت جماع کن در رمضان، هنگامی که هر دوشان روزه‌دار هستند. اگر نکنی مثلا من تو رو میکشم، این شوهرش این مرد چی میشود؟ مجبور میشود و یعنی پیش از آن که این شوهر زنش را مجبور کند یا پیش از آن که همان پادشاه ظالم زنی او را مجبور کند، زن بریزاگی خودش می آید و یعنی با شوهرش جماع میکند. در این حالت به زنش، به همون زن کفاره واجب میگرده، چون که حالا این زن مجبور نشد یا حالا این زن مجبور کرده نشد. فهمیدید؟ این است مسئله. ببینید فقه حنفی یک تمییز دارد یا یک صفتی جداگانه دارد یا صفتی خاصی دارد. این رو میگویند یعنی یک میزه دارد، یعنی یک صفت جداگانه دارد که یک صفت خاصی دارد که این مذهب را از دیگر مذاهب جدا میکند. این صفت چیست؟ که به سؤال‌ها یا به صحنه‌هایی که شاید حتی پیش نشده باشد هم جواب‌ها را درج می‌کند و جواب‌ها را تصور می‌کند و
قید میکند. پس شما زیاد سرگم نزنید و زیاد در این یعنی سوال نرفتید که این چه خیلی مثلا صحنه هست، این چطوری یعنی چی هست، مسئله هست، یا برای چی اینگونه گفته شده است، این چقدر یک مسئله غریب هست. شما باوریتون نمی شود که چقدر صحنه ها پیش می آید و من مثلا به خودم پیش آمدگی هست. من کتابی فتوا رو میکشایم، تصور نمی کنم که این مسئله یعنی حرف به حرف موجود هست در کتاب. فکر میکنم که مثلا این شاید این گونه مسئله شاید وجود نداشته باشد، اما من به همین مسئله قریب یا نزدیک یگان فتوایی رو جستجو میکنم که برای آن قیاس کنم. اما بعضا میبینم که همان مسئله حرف به حرف موجود هست در کتاب فتوا، چون که فقهای حنفی پیش از پیش تصور کردگی هستند که دیگر کدام صحنه وجود دارد، دیگر کدام مثلا واقعی پیش آمدنش ممکن هست، دیگر کدام مثلا صفت یا قید یا شرط پیش آمدنش ممکن هست، تا اینکه پیش از پیش تیار باشیم و برای تکمیل ساختن، مکمل ساختن فهمیش از تمام طرف ها وقتی که یک مسئله دیده می شود و گفتگو کرده می شود، سنجیده می شود و یعنی تا پیچ داده می شود، همون فهمیشی مسئله پورا می گردد. اینگونه گمان نکنید که فقه مالکی یا فقه مثلا دیگر فقه حنبلی اینگونه هست، اینگونه نیست. مثلا در فقه مالکی امام مالک رحمه الله همین گونه یعنی عادت داشت که وقتی که یک مسئله برایش می آمد و کمک عجایب می بود یا کمک غریب می بود، سوال میکرد که آیا همین مسئله پیش آمده است؟ و اگر نفر میگفت که نه من همین خیلی در فکرم آمد، میگفت که پس هر وقتی که پیش آید بد دیده می شود. یعنی اینگونه چی داشت؟ اینگونه تعامل داشت با این مسئله هایی که کمک عجایب هستند و پیش نآمدند. اما امام ابو حنیفه با شاگردانش تمام مسئله هایی که امکانیتش هست چی میکردن؟ گفتگو میکردن و جستجو میکردند. مثلا یک برای فهمیش شما، من یک وقت به من یک مسئله اومد درباره مسئله طلاق، اما شوهر نخواست به جایی که طلاق بگوید همین کلمه رو نخواست دیگر خیل میگوید، یا طلاق میگوید با خ، یا طلاق میگوید با که به جای قاف، یعنی با کف به جای قاف، یا طلاج میگوید از سببی همون زبانشون دیگه و در زبانشون به جای ق دیگه حرف میگویند برای همین کلمه. پس سوال برای من آمد، خب یعنی آیا این طلاق صریح حساب می شود یا نه؟ من تصور نکردم که من اگر کتاب فتوا را، اگر کتاب طلاق را اگر من کشایم این مسئله حرف به حرف یعنی پیش می آید. اما من وقتی که رد المحتار را کشادم چی دیدم؟ یک باب، یک مطلب برای تحریف، وقتی که کلمه طلاق با تحریف یعنی با خطا گفته می شود و در اونجا مثلا آمده بود که طلاق او طلاق و طلاقون، مثلا این گونه تحریف ها و کلمه با خطا اگر گفته شود چی مسئله دارد یعنی قید شده بود. سبحان الله. پس وقتی که شما پیروی مذهب حنفی میکنید یا میباشید خود را کم حس نکنید. اکثرا مردم ما که از وقتی تولد در مذهب حنفی میباشند به دیگر مذهب ها یا به دیگر منهج ها نگاه میکنند و یعنی فکر میکنند که ما در یگان کمبودی هستیم و ترک میکنند مذهب حنفی هیچی را نمیداند و غیره میروند. اما کسی که این مذهب را و این راه فهمیش شریعت را وقتی که با دقت و با چقوری با عمق وقتی که یاد میگیرد میفهمد که چقدر باریکی ها را قید کردگی هستند و چقدر یعنی نازکی ها را فقهای احناف از سلف صالح به نظر گرفتگی هستند. به هر حال ادامه میدیم. فصل فی الکفاره و ما یسقطها عن الذمه. این فصل درباره کفاره هست، یعنی چی بودن کفاره، مقدار کفاره و غیره. و ما یسقطها و آن چیز که او را ساقط میسازد از ذمه، از شانه شخص انسانی. تسقط الكفارة بطروب حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه. تو اینجا اولا مؤلف میگوید که کفاره ساقط می شود با پیش آمدنی حیض، نفاس یا بیماری که اینقدر سخت باشد که مبیح للفطر، یعنی اجازت بدهد
جایز سازد برای شخص افطار کردن رو در همان روز. در همان روز این دخل دارد به تمام این سه چیز. یعنی که اگر در همان روز حیض پیدا شود به زن، نفاس پیدا شود یا بیماری پیش آید که افطار رو جایز میگرداند، بیماری شدیدی که افطار رو جایز میگرداند، در این حالت کفاره ساقط می شود. این چی معنا دارد؟ این مسئله بعضا یعنی سخت فهم هست، مشکل می شود، اما صورت چنین هست. شخص مثلا صبح در رمضان به عذر روزه خود را با چیزی میشکند، با چیزی میشکند که کفاره را واجب میکند. بعدتر در همان روز عذر پیدا می شود که اگر از اول هم می بود افطار جایز می شد. مثال زن قصدن روزه رو میشکند، سپس بعد از آن حیض می بیند، یا شخص روزه رو میشکند سپس به بیماری واقعی گرفتار می شود که افطار رو جایز می سازد. در این صورت ها کفاره ساقط می شود و تنها قضا می ماند. سببش آن است که آخری روز با عذر شرعی انجام یافته است و دیگر حرمتی کاملی روزه آن روز باقی نمی ماند. ببینید این یعنی این گونه شخص یعنی تا یک درجه خوش نصیب هست که روزه خود را باطل ساخت اما یک عذر شرعی برایش پیش آمد. خب اما کسی نمیداند که آیا این عذرها پیش می آید یا نه. اما پیش از آن که در این مسئله ادامه دهیم، فراموش نکنید که من به شما اشاره کردم که دلیل کفاره چیست. اصلی واجب شدن کفاره این مسئله می باشد که به یک صحابی پیش آمد، مسئله جماع. ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است، من قسمی حدیث را به شما میگویم. جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم، مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و گفت، فقال گفت هلکت یا رسول الله، ای رسول الله هلاک شدم. قال و ما اهلکک، چی تو رو هلاک کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفت، قال وقعت على امرأتی فی رمضان، همون مرد گفت که در رمضان با همسرم جماع کردم، یعنی به همسرم افتادم. سپس در همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم کفاره رو به او بیان نمودند و این حدیث دراز هست اما من کوتاه کرده به شما گفتم. حدیث بخاری 1936، حدیث مسلم 1111. پس این است اصلی کفاره، این حدیث اصلی کفاره هست. خب به هر حال میگوید ولا تسقط عمن سوفر به کرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية. اما ساقط نمی شود از کسی که بعد از لازم شدن کفاره او را مجبوراً به سفر برده شود. سوفر به اینجا مجهول هست. سوفر به یعنی او را سفر برده شود، کرهن یعنی مجبوراً بعد از آن که کفاره به او لازم شود طبق ظاهری روایت. مثلا شخص روزه خدا میشکند در صبح قصدن، کفاره به او واجب میگردد، سپس کسی او رو به سفر میبرارد. در این حالت این جدا هست، یعنی از او کفاره ساقط نمی شود. کفاره خودش چیست؟ مؤلف میفهماند در اینجا. والکفارة میگوید که کفاره تحریر رقبة، اولا انتخاب اول یا در جای اول آزاد کردن یک غلام است. این حکم اصلی هست. اما امروز یعنی غلامداری چون که وجود ندارد، یعنی غلام شرعی وجود ندارد، ما خدمتگار رو در نظر نداریم. من قبلا به شما فهماندگی هستم که غلام شرعی یا رقبه شرعی، گردن شرعی کی رو گفته می شود؟ کسی که در وقت جنگ یا پس از جنگ اسیر گرفته شده باشد. اما چون که امروز در اکثر مکان یعنی غلام شرعی، غلامداری وجود ندارد، با مرحله بعدی یعنی عمل کرده می شود. بعد انتخابی بعدی کفاره می گذارد.
خب در اینجا میگوید که گردن را آزاد کردن، غلامی را آزاد کردن، اما برای فهمیدن خوب هست چون که ما نمیدانیم که زمانه به چی چیزها پیش می رود. شاید غلامداری برگردد و حتی یا اینکه شاید ما در یگان جا خود را پیدا کنیم که در اونجا غلامداری باشد، در یگان زمین و سرزمین و در یگان دولتی. به هر حال مسئله را دانستن خوب هست. یا برای فهمیدن احکام شرعی و احکام قرآن و آیات‌های قرآن، این مسئله ها رو فهمیدن خوب هست. ولو كانت غیر مؤمنه، حتی اگر مؤمنه هم نباشد، یعنی حتی اگر مسلمان نباشد. مؤمنه در اینجا زن رو در نظر نداره چون که رقبه کلمه مؤنث است، مؤمنه گفته شده است همچون صفتش. اما مرد یا زن باشد فرق نمی‌کند، مسلمان باشد یا مسلمان نباشد فرق نمی‌کند. این در مرحله اول. اما در مرحله دوم چی است؟ فین عجز عنه، اگر عاجز شود یعنی نتواند. صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق. 2 ماهی پای در پای باید روزه بگیرد و این یعنی همین است که ما بر آن عمل کرده میتوانیم. متتابعین یعنی پای در پای، در بین آنها باید یگان خیل تنفس نباشد، یگان خیل فاصله نباشد. برای همین است که مؤلف میگوید که یعنی بین آنها باید حتی یه روز عید نآید. روز عید چون که در روز عید روزه گرفتن حتی روزه کفاره هم باشه جایز نیست. روز عید الفطر و حتی روز عید الاضحی و این چونین ایام تشریق نباشد. اگر باید داشته باشد 5 روز هست که در آنها روزه گرفتن حرام هست. 2 روز عید و 3 روز ایام تشریق. و ایام تشریق کدام ها می باشند؟ 11 12 13 ذوالحجه، چون که 10 ذوالحجه عید الاضحی می باشد. خب این شد پای در پای روزه گرفتن. فإن لم يستطع الصوم اطعم 60 مسکینا. بعضی ها سوال میکنن که اگر حیض مثلا پیش آید چی؟ حیض عذر شرعی حساب می شود. حیض اگر بیاید و زن در همون کفاره 60 روزه باشد، یعنی در مابین اگر حیضش آید باقی نیست، فورا پس از یعنی فورا روز بعدی پس از پاک شدنش باید ادامه دهد. فإن لم يستطع الصوم، اگر روزه گرفتن هم نتواند یعنی طاقت بر روزه گیری هم نداشته باشد، در مرحله سوم چی میافتد؟ اطعم 60 مسکینا، باید که 60 مسکین رو، 60 یعنی فقیر رو، بیچاره رو باید طعام دهد. یغدیهم و یعشیهم غداء و عشاء مشبعین، میگوید که یا عبید و بگاه خوراک دهد، یعنی خوراک عبید و خوراک بگاه، یعنی نمیدانم که درست گفته ایستادم یا نه، یعنی وقتی در وقت عبید یعنی در وقت ظهر، نمازی ظهر وقتی که میخوریم خوراک میخوریم در نیمه روز، آن را غدا گفته می شود. یغدیهم و یعشیهم یعنی خوراک شام، خوراک شب، عشاء، یعنی در همین 2 وقت باید 60 مسکین را خوراک دهد، یعنی در یک روز 60 نفره 2 بار باید خوراک دهد. غدا و عشاء را فهماندم، عبید و بگاه. مشبعین، هر دوی وقت خوراک دادن باید چی باشد؟ با طوری باشد که تماما سیر شوند. البته این مرحله برای کسانی هست که واقعا از روزه گرفتن ناتوان هستند. این گونه نیست که مثلا شخصی کفاره چی کند، مثلا روزه خود را قصداً شکند و بگوید که مثلا من 60 نفره 60 مسکین دعوت میتیم و 2 بار در یک روز 2 بار خوراکشون میکنم، 2 دیگه خود 60 نفر خورد تمام. این گونه جایز نیست. یعنی اول در مرحله اول باید که روزه بگیری. اگر روزه گرفتن نتوانی یعنی یا کوشش کنی نتونی، بعد در مرحله سوم میروی. پس از اکثرا شخصی که پیر باشد یا ناتوان باشد یا بیمار باشد یا نتواند کوشش کند و نتواند، کمزور باشد یا مثلا این گونه مثال ها، در این حالت یعنی میتواند به 3 مرحله گذارد. چون که در مذهب حنفی تا وقتی که شخص تواند روزه گرفته
حق ندارد که مستقیم به طعام دادن گذرد، چون که طعام دادن فکر کنید، تصور کنید آسان‌تر هست. اگر یک حولی کلان داشته باشی و یا دو تا بز داشته باشی یا دو تا یا مثلا یک گاو داشته باشی یا بای به دولت باشی، 2 ساعت تعیین میکنی، 60 نفر میدروید، 60 بیچاره قطعی اهل و عیله‌شو میدروید، یک مثلا تریرکه یک یعنی مشقاب خوراک میخونند و دویم باره میبیاند و میخورند میروند. مثلا تو چی کردی؟ همون خودی نفری که برایش کفاره واجب میگرده خودش چی مثلا حرکت کرد یعنی قریب که هیچ نکرد با جرمش. برای همین تا وقتی که روزه گرفته توانی باید روزه بگیری. او غداءین، یا میگوید که 2 تا خوراکی عبید، یا اینکه 2 تا خوراکی عشاءین یا 2 تا خوراکی شب. خب یعنی شرط نیست که آنها در همون حولی خود در خانه خود بخورن. آدم میتونه که هم خوراک چی کنه ببنده و تیار کنه و بتیه با آنها. 2 تا بخچه کنه یا 2 تا صندوقچه، مثلا چی میگیم 2 کارابکچه میگویم، لیلی میگویم، همین خیلی 2 بخچه تیار کنه و پکیج میگیم، پچکه میگویم، مثلا خوراک هم خیلی تیار کنه 2 تا به نفرها بتیه و یا میروان در خانه خود میخورن. یا اینجا میگه که عشاء و سحورا، یا اینکه خوراک شب و سحری. خب مقصد همین است که در یک روز 2 بار به سحری باید 60 نفره خوراک دهد. یا اگر ایرم کرده نتواند، یعنی خوراک تیار کرده خورانده نتواند، میگذرد به این گویا که در همین 3 مرحله داخل می شود. اما میگوید که او یعطی کل فقیر نصف صاع من بر او دقیقه او سویقه، یا به هر یک فقیر نصف صاع گندم دهد، یا اینکه آردش رو دهد یا سویقش رو دهد. سویق و آرد به همدیگر مانند هستند. سویق آردی بریان شده رو گفته می شود یا محصولاتی که مانند آن است. این را در گذشته همچون غذا استفاده میکردند. یعنی نصف صاع بر گندم او صاع یا 1 صاع تمر، یعنی خرما یا اینکه جو. یا اگر اینها را خودشان را هم داده نتواند، قیمت آنها را بدهد، ارزش آنها را، قیمت آنها را بدهد. خب من اینجا برای شما کمک روشنی میاندازم درباره قیمت و مقدار اینها. میگوید که نصف یا نیم صاع، اگر نصف نفهمیده باشید، نیم صاع گندم بر، توجه شوید در اینجا بر، خب خط کشیده قریب که نمیشه، تمر، شعیر، اینها هست کلمه های مهم. نیم صاع گندم تقریبا 1.63 کیلوگرم می باشد. آرد گندم این هم 1.63. این است نیم صاع. نیم صاع تقریبا چی گفتم 1.63 کیلوگرم. هم خودی گندم، آرد گندم، سویق گندم. 1 صاع خرما چند قدر می باشد وزنش؟ 3.26 کیلوگرم. و جو 1 صاع 3.26 کیلوگرم. خب اکنون قیمتی تخمینی آنها برای یک مسکین چقدر می باشد؟ مثلا با روبلی روسیسکی به شما میگم و با دلاری امریکا میگم که همگی بفهمه. دلاری امریکا را همه گویا که میفهمه. برای یک مسکین سال 2026 به نظر بگیرید. برای یک مسکین طبقی دلار گویم $1.5 تا $3 می باشد. برای 60 مسکین 90 تا $180. طبق روبل برای یک مسکین خواندن 120 تا 250 روبل می شود یک مسکین تقریبا میگویم. خب و 60 مسکین خوراک دادن یا این موادها رو خریدن 7200 تا 15000 روبل می شود. یعنی اونقدر از دست هم بیرون نیست. خب
خب ادامه میدیم اکنون. وكفت كفارة واحدة عن جماع متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح. میگوید که یک کفاره برای چند جماع در روزهای گوناگون کافی هست. اگر مثلا در یک رمضان 2 روز نخست خواهی گفته نمیشد قصدن جماع کند، شرط نیست که 2 کفاره دهد، یک کفاره کفایه میکند اگر بین آنها کفاره ادا کرده نشده باشد. اما اگر جماع کند و کفاره را ادا کند باز جماع کند یا یگان خیلی دیگر روزه خود قصدن شکند باید دوباره کفاره دهد. میگوید ولو من رمضانین علی صحیح، حتی اگر این کار در 2 رمضان گوناگون واقع شده باشد. خب این قولی صحیح در مذهب هست، یعنی تا وقتی که کفاره اول ادا نشده باشد یک کفاره برای همه آنها کافی می شود. همین خیلی هم تنها این مسئله برای جماع نیست، برای دیگر چیزها هم هست. مثلا روزه خود قصدن شکند و باز شکند و باز شکند، یک کفاره برای آنها کفایه میکند. فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر روایه. میگوید که البته اگر بین آنها کفاره ادا شده باشد یک کفاره کافی نیست. مثلا روز دیمی رمضان روزه خود قصدن شکند و بعد کفاره دهد، بعد در روز دهم یگان مسئله دیگر پیش آید قصدن شکند و روز 15 این خیلی نیست که فکر کند ما الکی کفاره دادگیم این رمضان شرط نیست که کفاره بدیم. نه، وقتی کفاره ادا شد برای دوم جرم سوم جرم باید کفاره نو دهد. خب انشاءالله در همین جا درس ما به انتها میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.